سلام، بریم برای درست کردن یک کلم پلو تهرانی خوشمزه. مطابق کلیپ کلم ها رو خورد میکنم. کلم ها باید درشت خورد بشن تا داخل غذا دیده بشن. کلم ها رو میشوریم و میریم سراغ رنده کردن پیاز. گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم، پودر سیر و نمک رو هم اضافه میکنیم و خوب برز میدیم. حالا نوبت قلقلی کردن گوشت است. من از روغن جامد استفاده میکنم. پیازهای نگینی رو اضافه میکنم و کمی تفت. حالا گوشت قلقلی رو اضافه میکنیم تا کامل با پیاز سرخ بشه. بعد از اون هم کلم رو اضافه میکنم تا اون هم با مواد دیگه کامل و خوب سرخ بشه. برنجمون رو میپزیم و حتما باید به سسمون یک قاشق غذاخوری رو به گوجه اضافه کنیم برای رنگی که به غذا میده. بعد از اینکه برنج رو آبکش کردیم حالا میریم سراغ سسمون. در آخر باید حتما چاشنی آب لیمو یا آب قوره استفاده بشه. یک لایه برنج و یک لایه از موادمون رو اضافه میکنیم و میره برای 30 دقیقه الی 45 دقیقه که دم بکشه. شما تصویر رو نگاه کن. به به، کلم پلو تهرانی ما آماده است. نوش جان.